سلام، تو این قسمت از آموزش میخوایم با هم بررسی کنیم که هزینه رجیستری یک گوشی تلفن همراه توی رویه مسافری به چه صورت محاسبه میشه. من این آموزش رو بر اساس محاسبه هزینه رجیستری آیفون 17 پرو مکس میخوام انجام بدم. البته که شما هم میتونید همین محاسبات رو دقیقاً با همین شرایط روی گوشی‌های تلفن همراه دیگه هم بررسی بکنید و با ابزاری که بهتون معرفی میکنم این محاسبات رو انجام بدید. برای نمونه قیمت جهانی آیفون 17 پرو مکس 256 گیگش توی سایت خود اپل قیمتش $1199. ما برای محاسبه باید قیمت یوروی این گوشی تلفن همراه رو بررسی بکنیم، ببینیم به چه صورته. کافیه بیاید توی گوگل سرچ بکنید USD تو یورو که در حقیقت نرخ مبادله تغییر در حقیقت دلار به یورو رو بتونید داشته باشید. من اینجا وارد میکنم $1199 و همینطور که میتونید بررسی بکنید قیمت یوروی این گوشی هست 1054 یورو. خب برای این منظور من وارد پیشخوان خدمات ایران ایمپکس میشم و ابزار ماشین حساب هوشمند حقوق گمرکی رو انتخاب میکنم. مود پیشرفته رو تو این قسمت من انتخاب میکنم و از قسمت موتور محاسباتی گوشی تلفن همراه رویه رو به صورت مسافری یا پست انتخاب میکنم. یه فیلدی برای من باز میشه که من تو این قسمت قیمت گوشی رو انتخاب میکنم. همینطور که دیدید قیمت در حقیقت آیفون 17 پرو مکس 1054 یوروه. پس من توی این بازه بالاتر از 900 یورو رو انتخاب میکنم و توی این قسمت هم همون دیفالتش که تلفن همراه هوشمند هست رو انتخاب میکنم. قیمت به یورو 1054 یورو و توی این قسمت نرخ ارز یوروی سنا رو من باید وارد بکنم. الان در این لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم و ویدیو رو ضبط میکنم قیمت یورو توی بازار آزاد 215,000 تومنه. البته من باید قیمت سناش رو وارد کنم. قیمت سنا چیزی حدود 10,000 الی 11,000 تومن پایین تر معمولاً. پس من میزنم 205,000 تومن. البته باید به ریال وارد بکنم. خب من اینجا میام به صورت ریال وارد میکنم و دیگه تمام. فقط اینجا من میام و استاندارد رو انتخاب میکنم و همینطور که میبینید شما باید مبلغ ناقابل 128 میلیون رو برای این گوشی تلفن همراه به گمرک پرداخت بکنید. نکته‌ای که وجود داره و باید توجه بکنید، اگه گوشی مستعمل بیارید وارد گمرک و با این فرض که قیمت کمتری داشته باشه، به این صورت نیست. گمرک مبنای ارزش‌گذاری گوشی شما رو هر چند که مستعمل هست مبناش قیمت نوع گوشی شماست. پس به این نکته هم توجه داشته باشید.